چطوری؟ بعد از 2 هفته دوباره برگشتیم با ویدیوهای جدید کثافتیمون. دیگه میدونید دیگه در این که من دیگه ویدیو میذارم قرار بود هفته به هفته زود ویدیو بذارم. دیگه امتحانا شده و بدبخت ویدیوی قبلیش در مورد یه دونه یوتیوبر بود که آهنگ خوند و اینا برام کامنت گذاشت، من پشمام ریخت و ریدم خودم. اگه ویدیو دمت گرم دیگه. همین ویدیوی قبلی هم چیز شد، مهدیت سنی خورد و ریده شد تو ویدیو کامل و بخاطر تامنیلش بود کرم داشت میکنه همچی تامنیل گذاشتم. ولی امروز دیگه قرار ویدیو آدم بار بذاریم. امروز قراره چه غلطی بکنیم دوستان؟ بود قراره عجیب ترین خاک بستری ترین آگهی های دیوار رو بهتون نشون بدم که شاید تا حالا دیده باشید و ندیده باشید. دلیل اینکه اون پشت دم دستگاه هستی که حال نداشتم جمع کنم، به بزرگی خودتون ببخشید. و اینکه بریم سراغ ویدیو. فقط لایک و کامنت و سابسکرایب میکنیم فراموش نشه. عکس اولی که میبینیم شما میدونید که چند سال پیش رونالدو با النصر برای بازی با پرسپولیس اومده بود ایران و اینکه خیلی مردم حمله ور شدن به اتوبوسش و اینا. و در این اتفاق یک سری آگهی به نام ایرپاد از خود رونالدو گرفتم. ما برادر این چه ایرپادی و 50 تومن نیاز به تعمیرم نخ ریشه فرشی رونالدو که کادو گرفت، فرشه که کادو گرفته بود نخ ریشش رو معنی از کنده 10 میلیون تومن میده و نوع هست. ریشه فرش رو میده 10 میلیون تومن نوع کاملا واقعی و امضای رونالدو و مانه 30 تومن 30 میلیون تومن امضای رونالدو. رونالدو رو ما اینجا داریم که فقط عکس خود رونالدو گذاشته. انقدر این آگهی واقعیه بنده کنیم از اونجاست که شاعر میگه که ما جمعیم و تو هستی پیر ما، اندکی بنشین به روی صندلی. خیلی عکس چی میگم آگهی بعدی داوطلبانه هست. نوشته که درد و دلاتون رو گوش میدیم. یه ساعت پیش تو تهران هفت بود که میدونم چی نشه. امیدوارم بتونم یکم آرومتون کنم چه اینجوری نمیشه آرومتون کنم. املا 5 میشد احتمالا. حتی خودم املا رو خیلی عجیب ریدم. آقا هستم، این آقا هستم خوب شد گفت. فعلا فکر کنم اگه که خانوم باشه دوستان عزیز پیرمردان قزوینی حتما حمله میکرد. بریم بعدی. بله اینجایی که میبینه کم کیفیت یه چیز مخته نمیشه آیفون 11 نامرئی و بله اینجوری گذاشته که پایینش هم توضیحات ریزش 128 گیگ 33 تومن. یعنی داداشمون فراتر از کمپانی اپل رفته و آیفون 11 نامرئی خودش تولید کرده و زاییده. دمتون گرم عشقم به این کار. باد فروشی 2 میلیون تومن تهران فروشی دارای فن وزیر جوان به عنوان اشانتیون تحویل خریدار شد. بعد این شرکت ملی پست نوشته. فازتون چیه خدا؟ چی میکشین؟ چی کار داریم میکنیم تو این زندگی؟ اصلا تو ایران چی کار داریم میکنیم؟ بریم بعدی. این چیه؟ نوشته که بچه از معاوضه با 2 بچه آرومتر ترجیحاً یه دختر. اولا اینکه داداش شما چیزی میکشی بچه گذاشتی تو دیوار، احتمالاً که شوخی بوده ولی دیگه تقصیر خودت بود عزیزم. اولا میخواستی که بری داروخونه، یک. دوم این که دیگه چیکار کنم دیگه نرفتی، تقصیر خودته. وقتی که نمیری تو دیوار آگهی نکن. بعد اون کسی که خودش این آگهی گذاشته این عکسو گذاشته میگه چه قسمت ویرایش و ارتقای آگهی است، وسایل شخصی، وسایل بچه و اسباب بازی بنازم.
اینا بچه‌ها رو واسه بچت بخری که با بچت بازی کنن. ایول بریم بعدی. 12 پرس قیمه معاوضه با زرشک پلو یا بالاتر. کرمان من مشخص نشده کجا، فکر کنم در دوره محرم بوده. میشه با سلام 12 پرس قیمه دست نخوره تو خونه هست با قاشق سالم تضمینی. اگه کسی زرشک پلو یه چیز بهتر داره معاوضه میکنم این تخفیف کوچیکم بخرده. با مگه میخوای ماشین بخری مرد حسابی؟ یه خریدار واقعی پای معامله تخفیف میده. یعنی دیگه چی از این بده؟ دیگه چی تو این زندگی میخوام من که 12 پرس قیمه رو با چیز بالاتر مثل زرش پلو کباب چیزی موزه. اولا که من خودم بودم 12 پرس قیمه رو با کباب عوض نمی‌کردم. این یک. دوم این که داشتم گم به خدا اصلا اینقدر مرام گذاشتی تخفیفم میده عقب پس Surprise, motherfucker. من دیگه نمیتونم ادامه بدم. دندان مصنوعی گذاشته تو دیوار. ای کرمانشاه باز مشخص نشده. یه دست دندان مصنوعی کاملا نو و تمیز برای یکی از بستگان تهیه شده، فقط یه هفته استوشه، اونم فقط سوپ خورده. خودتون این متوجه اصلا جرم نده. ببین اینی که من دارم میبینم مثل این که تو دستشویی سوپ خورده، ولی مثل این میمونه که لقمه این که تو دهنی که جویده شده رو مثل جوجه ها بخوریم. فهم چی میگم؟ آخه مرد حسابی. بعد دوست دارم بدونم کی به این پیام داده واسه خریدش. خیلی جالبه برام. بریم بعدی. یا حضرت عبدال تلویزیون 29 اینچ سامسونگ. اینا من کاری به این ندارم. این چه عکسیه؟ این چیه؟ مثل شب اول قبر میمونه. این چیه؟ این خدا وکیل عکس چی کار دارید میکنه؟ عکس آی فیلم نمیدونم چه سریال در پیتی گذاشتن اینا. بریم عکس بعدی اصلا ول کن. محافظ شخصی و امور ملکی مراقبتی کشف خیانت. ایول محافظ شخصی کاش حتی قیافه‌ش نمی‌ذاره شیکمشو گذاشته برای محافظ شخصی بادیگارد. بسیار جالب. بازم بریم بعدی. یک عدد رشته آشی شکل عصا گذاشته این داداشمون 100,000 تومان. یک عدد رشته آشی شبیه عصا بوده و گفته از رشته آشی هم پول در میارن ملت. یعنی اصلا ما واقعا ملت بسیار پرفیزی هستیم. نوشته که خونه 20 متر، متراژ 20 نمیدونم چی فلان، قیمت کل 300 میلیون واسه 20 متر. بعد فکر کنم مثلا این نرخ واسه چه میدونم 5-6 سال پیش باشه. بعد 300 تومن. محل گرگان اینا. دلیل بالا بودن قیمت اینه که زیر خونه گنجه. زیر خونه گنجه. خود چرا خود گوسالت نمیای ورداری قرون شکلت؟ خب برو وردار دی. ببین تو پاچه کردن لول های خیلی بالایی رفته دیگه اصلا. بریم بعدی. دندان گرگ قیمت 1,200. بندرعباس سلام دندان گرگ یکی نقره با حفاظ نقره و فلان. ایول یکی گرفته یکی گرگو پاره کرده و ازش دندان در برده. خانوم متأهل و مجرد علاقه‌مند به مدلینگ. برای عکاسی مدلینگ بدون چهره در شاخه و فانتزی و به هنرجوی خانم مجرد به هنر و مدرن بدون نقاشی محدودیت. این جریان همون مانیکسفید است. اتفاقا مانیکسفید بوده اینو گذاشته. کار کامل هنری و به صورت آموزشی است ولی خانم مستوی‌های مختلف معرفی خواهند شد. به کی به چی معرفی خواهند شد؟ در ضمن امکان برای جلسه آموزشی و عکاسی تو منزل خودتون هم است. لطفا برای هماهنگی به این آیدی تو تلگرام پیام بدید. این دو قسمتش خیلی جالب بود و این یه قسمت.
وقت مجرد یا متأهل مرد است هیچ ولش من بعد دمتون گرم. مرسی که این ویدیو دیدید. این آخری خیلی نظر من جلب کرد، مانیکس بوده احتمالاً. دمتون گرم که ویدیو دیدید و تا ویدیوی بعدی فعلا شو خوش.